Efendim tat. آقا طاهر عجله کن. جنسا 1 ماه تو انباره. اون طرف داره فشار میاره. اروپایی هستن دیگه، صبر کردن بلد نیستن. از این چیزا خوششون نمیاد. بله درست میگم قربان. هر روزی که کشتی اینجا میمونه 30-40 هزار دلار ضرر میرسونه. کارا تقریبا تموم شده. 1-2 هفته دیگه آماده میشن قربان. فقط 2 هفته. نه الان نمیتونم بیام، با پدرم هستم. خب دیگه روز خوبی داشته باشی. متشکرم قربان. باشه من بهت زنگ میزنم. میبوسم. چشم. اول قرار بود خونه رو 700 متر بسازیم، اما مجبور بزرگترش کنه. دختر صادق که مال زن اولشه میخواد با ما زندگی کنه. دختر منم که داره از آمریکا برمیگرده. فکرشو بکن، 5 نفر توی یه خونه ای. کار خوبی میکنی. 5 نفر یعنی 5 زندگی مختلف. هر چقدر جا بزرگتر باشه بهتره. هر کسی برای زندگی یه جایی میخواد دیگه. مبارک باشه. خیلی ازت ممنونم. ممنونم خانم. خواهش میکنم. ممنون. امروز کمرم خیلی درد گرفت. آره منم خسته شدم. اینا رو ببین، توی دریای پول شنا میکنن. اما وقتی آرایشگاه خودمون رو باز کنیم همشون میان اونجا. بعد اون وقت میبینیم کی تو پول شنا میکنه. چقدر خیال بافی میکنی. ول کن خیال بافیو. خدا میدونه تو جیبت 20,000 لیرم نداری. واسه یه همچین آرایشگاهی سرمایه لازمه، پول لازمه. یعنی خیلی سخته. دختر من اگه خوشگلی تو رو داشتم، کارگیری یه شوهر پول داره، بقیهش حله. نرمین مشتری. چی شده؟ نگاه کن ببین چی میبینی. این دیگه Bu ne ya? این نقشه پولدار شدن. بابا دوباره Dur be شروع abi yine نکن başlama اصلا. Allah aşkına ya. ببین Bak پسر oğlum, نمیبینی. görmüyor musun? خب İyi نگاه bak. کن. این نقشه Ya bu harita نصفه yarım değil mi? نیست. نوشته Yazılar هاشم که mazılar da yarım. نصف است. بقیهش Geri kalan کجاست؟ nerede bu? خب مثلا mesele de o همین işte. این نصف Uyarım. است. این Bu نقشه harita نقشه diğer بقیه haritaya نقشه giden است. yolun haritası. گرفتیم Ya آقا baba تاش کن katta بذار koy تو şunu جیبت cebine بذار daha به işimize کارمون bak. برسیم. باشه Tamam باشه. öyle olsun. این خط Aha bak نشونه şuraya میکشن. yazıyor. اگه Eğer این o پول رو parayı پیدا bulursam var نکردم، ya, اگه bu این gemilerin کشتی ها رو ismini نخرم almazsam به bana من da نگن cin Hasan حسن demesinler. جنی. چیه؟ Ne چرا var? اینطوری Ne نگاه bakıyorsun میکنی؟ öyle? فرق من با Benim صاحب bu این gemilerin کشتی چیه؟ sahiplerinden ne farkım var? ما آدم Biz نیستیم. insan değil miyiz? انگار اینو Sanki با onlar bu عرب gemileri جنی alın خریدن. telleriyle ما aldılar. اینجا Evet میخوایم با abi şurada زحمت یه پولی aşkımıza پیدا kaynak کنیم با tutturup bir ev عشقمون یه bulalım خونه تشکیل evlenelim بدیم. diyoruz. تو هم Sen de سر به bize سر kafa بکن. buluyorsun ha. بذار Hadi کارمون kolay gelsin. باشه Olur داداش. tamam. موقع خرج کردن تو جاهای بسته این چیزا رو نمیگی. مگه اون دیسکا ها و بارهایی که میری جاهای سربسته نیستن پسر جون. Tamam. O meseleş جداست baba. istemiyorum ona göre. این کشتی فقط برای ترکیه نیست. قراره یکی از لوکس ترین کروزای دنیا بشه. آمار نشون داده سال قبل 11 میلیون انسان با این مدل کروز سفر کردن. سال آینده هم در ارقام 7% افزایش انتظار میره. آینده بسیار روشنی برای توریست و برای سرمایه گذاری کشتی سازی و افزایش این ارقام پیش بینی میشه. تحقیقات من اندر جان میخوای تلفن خاموش کن که ادامه بدیم. همین الان خواهر عزیزم. ظرف 9 سال هزینه های این کشتی لوکس رو در میاریم. به علاوه مفهوم شد دخترم، مفهوم شد. واسه پول در آوردن تو ماها رو با هوا هوس بقیه درگیر میکنی. با آدم در افتادن راحت نیست. یکی تختشو نمیپسنده، یکی بالشتشو. 1001 سلیقه سوار میشن، یعنی 1000 تا سلیقه مختلف.
ببین، الان 10 معدن داریم. استخراج شده ها رو میذارم تو کشتی، راحت میفرستمشون این ور اون ور. نه میریزه نه میپاشه. آدم ها اینجوری هم؟ فیلیز جونم، تایتانیک رو انگار ندیدی. کشتی غرق میشه. خب دیگه دست از سر فیلیز برداریم. ببینم تو خودت چی داری. یه جورایی با فیلیز موافقم. رو آدما سرمایه گذاری کنیم. مثلا مسابقه زیباترینا رو توی دنیا رو بندازیم. از 100 تا کشور پخش میشه. هم پول هم تبلیغ. با یه تیر 2 نشون میزنیم. اینم توریست. شخصا ناظرش میشم. تو رو هم هیئت جوری میکنیم. چطوره بابا؟ با اجازه. میخوای چطوری؟ چیزی شده، انگار یکم عصبی هستی. آره یه خورده عصبی. یه قهوه میخوری؟ ممنون میشم. محمد یه قهوه درست کن. یه خورده رنگشو روشن کنم. باشه دنیز جان. نرمی خانم، این گل مال شماست. Bu çiçekler size. انگار مشتریاتون از اینجا خیلی راضیه. Bayağı iyi galiba. واسه خانم مانیکور کارتون گل آوردن. آها، اونو میگی؟ اون نرمینه. آدمای زیادی مجنون خودش کرد. اما مثل اینکه به این راحتی هم دنبه تله نمیده. Çenliği başaramıyorlar. خوش اومدی خانم فیلیز. خیلی ممنون موگه جان. واسه پوست میخواین یه آرایش؟ مرسی، یه وقت دیگه. در اصل این خونه مناسب شماست. یه اتاق و یه پذیرایی. بچه که نداریم؟ نه. بفرمایید. اینجا آشپزخونه است. یه ذره کوچیکه اما شما 2 نفرید. کار شما رو میندازید. بریم پذیرایی. همونطوری که میبینید راحت و بزرگه. از صبح تا شب نور خورشید داره. خب نظرتون چیه؟ مثل اینکه یکم بهش نرسیدیم. والا از من که بپرسین با یه نقاشی مثل دسته گل میشه. 2 تاتونم جوونید، حلش میکنیم با هم. من میگم از دستش ندیم، چیز دیگه گیرتون نمیاد. محمد، انگار این کار اونطوری که فکر میکردیم راحت نیست. تو فکرشو نکن. Ellerin avucunda ya, gerisi تو hikaye. دستمه Hallederiz. بقیهش داستانه. Sıkma güzel همه چی canım. حل Bugün میکنم. benim. خودتو ناراحت نکن. جوونیم شما حلش میکنیم. به جوونیمون چه ربطی داره؟ اون خونه خرابه.